و همین نام خدایی میکنم زیادتر بسیار به اوج گرفته است در تاجیکستان خودمون. بعد این مردان 7 میگیرن و 40 میگیرن و جمعگی میگیرن و پنجشنبگی و سال میگیرن. همین چیز بسیارتر پخش شده در مردم بین مردم مسلمان خودمون. این درست است یا نه؟ یگانتش درست نیست این چیزها. همش بدعت و خرافات و پیدا کرده داملاها است. معرکه زده میگردند، بقیه میکشند، آش میخورند. اکنون مردم کمتر حاضر هوشیار شده ایستاده‌اند. خیلی این چیزا مثلا بعضی داملاهای هم کتاب نوشتن، مثلا قاضی داملا یک کتاب نوشتن شریعت و جامعه، در همونجا بیان کردن که همین 20-40 سال این معرکه ها همش معرکه های غیر شرعی هست. یعنی آدم هایی که علم گرفت خواند دانست میداند، لیکن مردم عوام، حالی مردم عملهاشون به خاطر الله نیست. حاضر من این کارو نکنم مردم گپ میزند، گفته میکند همین کارو، بگذار گپ زند این مردم. این خیلی آدمو کم، یعنی که مردم عقیده هاشون خلل دارد. فهمیدید؟ اساس در مردم دین نه، اساس گپی مردم.